بچه ایوری بچه بچسی ایوری حالا اووری آروم مایکل جکسون چی بودیم ما حالا ایوری ایوری نه آقا صبر سلام بچه‌ها من هستم خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو من توی کانال یوتیوب. امروز اومدیم با فرهاد استنی بازی شبیه‌ساز سوپری برادران قاسمی بجز قاسمی. بچه‌ها سلام. علیک سلام. به میبینم که برادران دیگه ست کردیم. آقا بریم دیگه شروع کنیم. آقا این سوپریه که اسمش قرار عوض بشه. بیا ببین من اینجا آوردم بهترین جا. خب سوپری گرفتیم، زمین گرفتیم تو بهترین مکان. نگاه همش بیابونه. بله این از این زمین دولتیاییه که دولت داره همینجور خیرات میکنه. بله ببین این ورش جاده شیرازه مثلا فکر کن، این ورش جاده چالوسه. اینجا مردم رد میشن خسته میشن، میان با خانواده یه چی بزنن تو راه، یه چی بخورن، یه استراحتی بکنن، یه دستشویی، یه نمیدونم یه چیزی. حالا درست دستشویی نداره، میرم پشت ماشه ما با هم محصولات با کیفیتی ارائه بدیم بچه‌ها. محصولات نه گرون، اصلا ما گرون فروشی نداریم اینجا. بله 100%. ما نباید داشته باشیم. ما اولویتمون مشتریه. خب میخوایم بهترین سوپرمارکت رو بزنیم، بهترین سوپرمارکت. ما کمک کرد نه برای هرچی، برای هم نه با هم. آره برای هم نه با هم. این شعارمونه. همین الان همین شعارمونه. خب ببین الان من میشینم پای کامپیوتر. خب ببین این کامپیوتر ویندوز اختصاصی داریم ما. در این حد آدم شافی هستی. نه ایکس پی نیست، این بازی داره کامپیوترتون. کامپیوترتون بازی داره. نه بازی نداره. شنیدم انیمه توش داره، یه پوشه اونجا نوشته انیمه. پوده از اینا 2 میخریم. خب گندم هم نمیدونم اینجا به چه دردی میخوره ولی میخریم. پودر گندم چی؟ بله یه چی دیگه هم هست نمیدونم چی. خب سیب و پیاز بکنم این ماسپوسی. بار اومد بچه ها حواستون باشه. آقا سلام، خوبی شما چه خبر؟ حاج محمد داداش، یه حاج محمد. ببین اینا رو باید تمیز، فراد داداش، تمیز مرتب. خب خیلی مرتب باید اینا رو خیلی دقیق کنار هم بزن. مشتری خب مشتری اینا رو میبینی، بعد اینا رو همه تمیز. مردی که دارم میگم آروم، اینا شکستنی. رفت کامیون رفت. بعد امضا میکردی؟ امضا کردی؟ نه مشتری اومد دستش بگی بیارش تو. برو. سلام. به میبینم که خوش سلیقه هم هست. مگه آقاست؟ دیگه بله آقاست. خب دوست عزیز ببینید اینجا تمام محصولات ما درجه 1 و 2 هستن. خب درجه 2 ببخشید درجه 1. من به اینا سرویس نمیدم، حجابش کامل نبود. خجالت بکش. خلاص آی فراد داشت همونطور که گفتم ما حرف اولمون مشتریه. کجا رفتی؟ دارم باهات حرف میزنم. داداش هیز نشو. ببین خانم عزیز این کنسرو های ما همشون تاریخاشون امروزه، همین الان اومده نوعی تازه. یعنی بخوری سیر میشی، دلت نمیخواد اصلا چیز دیگه بخوری. ولی در کنار این من این چیپس ها رو پیشنهاد میکنم. این چیپس ها قشنگ مزه چیپس میدن. خب واقعا این چیپس ها مزه چیپس. اینجا عکس گونی سیب زمینی رو میبینید. خب دقیقاً از گونی به مصرف. اسم میذاریم برادران هاشمی. میشه بازم نوشت؟ نمیشه. به جز هاشمی. الان درست شد. یعنی الان افتتاح کردیم. به برادران هاشمی به جز هاشمی. چقدر قشنگ.
به اصلا ویو رو نگاه تو، خدا شاهده ویو رو نگاه خدا شاهده تو چند فلو فاجرست نمیتونی همچین ویوی داشته باشی. خدا شاهده. خب ببین دوست بابا نگاه ما اینجا مجهزیم، ما اینجا مجهزیم، ما همه چی داریم. کولر فراد داداش هنو نگاه ابریه، هوا ابری، نگاه باد داره میخزه. به حاج هاشم عزیز، دوست عزیز اینجا سوپریه، چیز که نیست، پارتی که نیست. مگه بخوای به شیطونی ادامه بدی اینجا پرونده ها رو باز میکنم ها. ببین مشتری عزیزمون از کارت استفاده میکنه دوستان، حتما از کارت استفاده کنید، بیشور از کارت استفاده کن. ما حرف اولمون مشتریه. یه ثانیه وایسی من ببینم اینطوری چیکار میکنه. میگم ما دوست از الان یه لحظه مشتری قراره چجوری اینا رو بخره؟ خیلی دوست دارم کنار تا به راحتی نکنید. خب الان خیلی دوست دارم بدونم داری چیکار میگم کنار وایسا نگاه کن، اینو که بذاری اینجا، اینو بذاری بغله. خب بعد دوست یه سال این مشتری مثلا چجوری میخواد این ور رو ببینه؟ چرا سوپر ایرانی بازی در میاری داداش؟ کدوم ور رو میخواد ببینه؟ ببین تو مشتری که اول کار میاد تو نگاه ویو رو نگاه، این ویو الان خراب شد، الان نمیتونه ببینه که داداش ما مثلا اینجا چیپس داریم، میره سوپری بعدی. خب سوپر بعدی وجود نداره انقدر جات خوبه. خب دیگه دقیقاً ما همینیم دیگه یه کاری کردم تگ باشه. امیر یه رو ماشینش خش بنداز. خدا همونی که اومد پشت ده. آها بسا با جعبه برمیداری اینجوری خش شد. سلام یه گونی نه بیا جوار بچینیم پشت وانته. خب میگم این جوار میره میفروشه. خب راست میگی. خب خودمون نمیتونیم بفروشیم، بذار عقب به اون بدبخت بریز پشتش. خب نه ما میخوایم یه کار کنیم طرف چیز بشه. خب نه دیگه جوار سعی نمیخری اینا بو میدن. راست میگی. فعلا جعبه نداریم. ببین این همونطور که این کارمند ما خب یکی از بهترین کارمندان بچه، این کارمند بهترین کارمند بونا نمیگیری انقدر به آدم خوبه. خیلی درست خدایی چی به آدم داری چی سفارش میدی؟ دوستان داری چی سفارش میدی؟ مواد قفسه‌مون خالیه. چه موادی؟ گل، شیشه، حشیش، بنگ. نه زشته. اصلا ما برامون سلامتی مشتری مهمه. ما جای جنسان واسه همین اینا رو کپک زده داریم. نه یعنی چی؟ داری چه غلطی آقا شد نکن. نه اینا رو انبار میکنیم، وقتی گرون شد میفروشیم. نکنین الان ما اینجا چیپس های مزمز داریم. خب اینجا برنج طبیعت داریم. اینا اسپانسر نیستن البته. اینجا خب قطعش تو کی هستی؟ الان کی پشت تأخیر؟ تو کی هستی؟ باید کار مشتری رو راه بندازی. باش داداش میتونم با ماشین یه عکس بگیرم؟ رفت خاک دوست داره. فراد داداش اینا از جاده چالوس دارن میان، خب برای همین پول دارن اینا میرن شمال، مثل ما که نیستن 280 تا بیشتر داشت. خانوم با ادب چیه؟ خانومیه که بیاد کارت میده. دوست عزیز خانم محترم آقای محترم کارت بدیم، کارت خیلی به صرفه تره مگه نه برای بچه؟ بله 100%. آره یعنی آره البته مالیات ولی خب مشکل نداره. نه فراد داداش دیگه اینجا باید دولت هم سود کنه دیگه، نمیشه که اینجوری میان درمون تحقیل. خب احترام خیلی واجبه، از اون شب واجب تره، از پولی که من نمیخوام بدم به تو هم واجب تره. نمیخوای من آقا میرم، منم میدم. منم میرم. نه آقا من حالا یه چی گفتم. ببین خانم منو میرسونی تا یه جایی یا اون نیویورک اونجا میرسونی؟ نه منم سرگشته. میگم آقای ما شما باید بله. همیشه پشت دخت بشینی. بله ببخشید مشتری اینجا منتظرم. من
ببین یا شما ببین این ماشینشو دزدیده بچه‌ها. همین ناکن اینا از یه جا دزدیدن. همین ناکن نه اونا ناکن اونا اینم دزدیدن. اینم دزدیدن. اینا همه از یه جا دزدیدن. خب چرا ما بچه سوپریو ببندیم بریم دوسیم. قانون اصلی چی بود؟ درآمدزدایی. پشمو. خب این قانون اصلی ماست که باید محفوظ بمونه. حالا پولات پیش کی میمونه؟ پیش من بهتون مثلا $100 در آورد. من بهتون با تخفیف خیلی ویژه مثلا $100 گیر من بیاد، $5 گیر شما میاد. ببینید من چقدر آدم خوبی هستم. به نظر من که سوده. من به عنوان سود من همینطور. بچه باید از این پوز فیکا بگیریم مشتری رو حق کنیم. آره بعد پولش رو کلا خالی کنیم بعد پلیسا بیان اینجا. نه اونجاش ما فعلا طراحی نکردیم بخشی. ما اینجا 24 ساعت بازی. خب ما اینجا 24 ساعت بازی. من بیکارم 24 ساعت بیام. خوابم میاد. خوابتو بیاد فعالی. ما بسیم همینجا. من برم با این پولایی که در وانه میذاره اشغال کنم. شما حالا بهتون یه دلار میدم. حقوق من. شما کی هستی؟ سر همین حرف بیادبانت من هیچی بهت نمیدم. برو. خیلی من گفتم قانون اول اینجا چی؟ احترام به مشتری. نه منم مشتریم که منم مشتریم. اصلا رئیس اصلا احترامش از نور شبم واجب تره. اخراجی تو اصلا گرد نداری بیای تو. تو هم اخراجی تو هم برو بیرون ولی خوبه بیرون. من میگم که برای یه روز کار خوب بوده. چند $. میدید شما اون وقت؟ من هیچی. برو بیرون. خب باز هم بد نیست. خدا رو شکر زنده ایم. دقیقاً برو بیرون. بی ادب. ما مشتری. من میخوام چیزی بخرم. آره دقیقاً. نه فرق نداره چیزی بخرم. نه پسش بده. محمد منم همین الان بهت دستور میدم. گیرت آوردم. وایسو وایسو. همین الان بهت دستور دادم پسش بده. شما کی هستی؟ شما پسش بده. بیا بهت پول بده. بیا. بنداز برای من. بنداز. خب تو بنداز. 2 hours later. تو باید بندازی. خب آفرین. حالا با این آش به همین خیال باش. برو چه بیرون. بی ادب. ما فکر کردیم مثلا نه. 5 hours later. بده میدم پولت میدم. بیا برو بشین. من چی رو بیام؟ گیر کردم. علی کردم گیر کردم. برو باید امیر بپر. نمیتونم. چرا نمیتونم؟ من یه ذره برداشت شب. خب اینجا این خدا من میگم اینی که الان فروشگاه بسته است و من بفروشم الان فروختم چجوری میخوایم بازش کنیم؟ فروختش؟ ها خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودین. تا این ویدیو دیگه بدرود.